سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو مکالمه یک پدر و پسری هست که از لغات مناسبی استفاده شده برای افرادی که میخوان زبانو خیلی راحت یاد بگیرن. خب بریم سراغ این ویدیو. برای هر لغت من اگر که هم معنی وجود داشته باشه یا متضاد وجود داشته باشه براتون میگم. سعی کنید اینا رو تکرار کنید و فیلمو چند بار ببینید. Morning, Sebastian. Morning Sebastian. خب Morning Sebastian همون صبح بخیر سباستیانه که در اکثر مکالمات ما Good Morning استفاده میکنیم و اگر دقت کنید سباستیانه ولی سباستیان خونده میشه بعد از تی. وقتی که آی میاد اکثر لغات انگلیسی به ش تغییر پیدا میکنه تلفظش. I'm heading out now. Left a little money on the table. I'm heading out now. ing وقتی که بعد از یک فعل میاد به معنی حال بسیار آینده بسیار نزدیک. I'm heading out now یعنی من دارم میرم بیرون. Now یعنی الان. Left a little money on the table. Left به معنی گذاشتن ولی گذشته leave میشه. لیو به معنی ترک کردن هم هست ولی در اینجا چون که بعد از اون یک مقداری پول گفته شده به معنی که یک مقداری پول اونجا گذاشتن براتون on the table یعنی روی میز. پس اینو دقت داشته باشید که هیچ وقت نمیگیم in the table یا at the table. برای table برای میز همیشه روی میز چیزی میذارن و on the table میشه همون حرف اضافه که قبل از اون تیبل میاد. If you need something today یعنی که if که به معنی شاید یا اگر. You need something today شاید چیزی لازم داشته باشی. Thanks, Dad. Thanks, Dad. تو این تصویر متوجه میشیم که پسر یه مقداری ناراحتی داره و با ناراحتی جواب پدرش رو میده. Thanks, Dad. Have a good day at work. Have a good day at work. خب داره یه جوری پدرش رو دست به سر میکنه و داره میگه که یعنی برو have a good day at work. Have a good day یعنی اینکه روز خوبی داشته باشی. At work. بعد اینجا هم حرف اضافه work اگر دقت کنید at قبلش at work. نمیتونیم میگیم on work یا in work. بیشتر کلمه at میاد قبل از work. See you later. Wait a second. Are you all right? Wait a second. Are you all right? اینجا پدرش تعجب میکنه و سوال میپرسه. Wait a second. Wait به معنی منتظر بودن. A second یعنی یه لحظه. Are you all right? سوال میپرسه چون که اون حالت تون صداش یه مقدار میره بالاتر. Are you all right? یعنی آیا تو حالت خوبه؟ Wait a second. Are you all right? You look like you barely slept. You look like you barely slept. به نظر میاد خوب نخوابیده باشی. You look like به معنی به نظر اومدن. You look like یعنی تو به نظر میاد. You barely slept. Barely یعنی به ندرت یا اینکه ضعفی داشته باشی. Slept هم گزینه حالت sleep. Slept گذشته sleepه یعنی خوابیدن. You look like you barely slept. Something on your mind, son. Something on your mind, son. Something یعنی یه چیزی تو ذهنت پسرم. Something on your mind. Your میشه اون your mind منظورشون که ذهن توه مالکیت و son هم که پسرشه. Something on your mind, son. I'm fine, Dad. I'm fine, dad. یعنی من خوبم بابا. Really? Just go on. Just go on. فقط برو سر کارت. نگران نباش. منظورش اینه. Just go on. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry یعنی اینکه نگران نباش. Worry یعنی نگران بودن. About یعنی در مورد me هم که به معنی منه. Don't worry about me یعنی در مورد من نگران نباش. You know, I'm your father. خودت میدونی که من پدر تو هستم. I can tell when something's off.
I can tell something is off. خب اینجا یک something is off یک حالت تقریبا میشه گفت استریت تاک. I can tell من میتونم بگم. I can من can یعنی که تونستن، tell یعنی گفتن. when زمان یا زمانی که، پس معنیش میشه I can tell when something is off. کلمه something یعنی چیزی، اسی که اومده بعد از اون is بوده که چسبیده به اس مخفف شده something's off. something is off یعنی something is wrong یعنی یه اتفاقی افتاده باشه، یه چیزی یه مشکلی پیش اومده باشه. پس I can tell when something's off یعنی من متوجه میشم اگر مشکلی پیش اومده باشه. Come on, you can talk to me, son. Come on یعنی زود باش. Hurry up. Come on یک کلمه غیر رسمی اداری نیست و بیشتر بین افراد این کلمات رد و بدل میشه. Come on you can talk to me son. بی خیال بابا تو میتونی با من صحبت کنی. You can talk to me. talk یعنی صحبت کردن. To me son. son هم که پسرش بود. I might surprise you. I can be pretty good at understanding. I might surprise you میگه I might surprise you. surprise به معنی همون surprise کردن، شگفت زده کردن. من میتونم تو رو surprise کنم. من شنونده خوبی هستم. I can be pretty good. pretty good یعنی که واقعا خوبم. pretty good به تنهایی به معنی خیلی خوب یا واقعا خوب. I can be pretty good at understanding. understanding یعنی توی درک کردن، توی فهمیدن افراد من شخص خوبی هستم. میتونم صحبت‌های دیگران رو خوب بشنوم و بهشون مشاوره بدم. بیشتر منظورشون اینه. It's just something you wouldn't get. It's just something you wouldn't get. just something you wouldn't get یعنی چیزی هست که شما متوجه نمیشین، اصلا تو کار شما نیست، مربوط به خودمه. میخواد یه جوری پدر دست به سر کنه. It's just something you wouldn't get. You wouldn't get کلمه wouldn't دقت کنید که تلفظش چجوریه. NT یک حالت خاصی داره، نمیشه گفت wouldn't get. get به معنی گرفتن هست و wouldn't get یعنی اینکه تو نمیتونی، کاری از دست تو بر نمیاد. It's too complicated. complicate یعنی پیچیده بودن. It's too complicated. too به معنی زیاده تقریبا. It's too complicated یعنی که خیلی پیچیده شده. موضوع یه اتفاقی افتاده، یک موضوعی بوده که خب براشون پیچیده بوده. Complicated? و پدر سوال میپرسه complicated یعنی که واقعا پیچیده است. Believe me, Sebastian. Believe me, Sebastian. Believe me یعنی باورم کن. Sebastian باورم کن.